یه گرامر کوچولوی دیگه بهمون داده. گفته سرو اکی یعنی چی؟ یعنی پسوند سوالی. همیشه یه همچین چیزی اینجا به ما میده که حروف دومش رو با بزرگ می نویسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی با بزرگ می نویسه یعنی قابل تغییره، که اگه اینجا دقت کنید این می تغییر کرده. چجوری سوالی می کنیم؟ کلن توی ترکیه استانبولی ما با این 4 تا جمله هامون رو سوالی می کنیم. حالا کی از کدومش استفاده کنیم؟ میگیم که من مدادم رو بردارم براتون خط بکشم. میگیم اگر آخرین حرف صدادار اون کلمه یکی از این حروف باشه ما با م سوالی میکنیم. اگر یکی از این حروف باشه با می سوالی میکنیم. اگر یکی از این دوتا حروف باشه با مو، و اگر یکی از این دوتا حروف باشه با م. تلفظش هم فرق میکنه. م سوالی میکنیم. اینجا گفته جوابش رو چجوری میدیم؟ توی این قسمت سوال ها گفته جواب رو چجوری میدیم؟ با اوت و هایر. اوت یعنی بله، هایر یعنی نه. میتونیم هایر رو 2 مدل جواب بدیم. میتونیم بگیم هایر مثلا köpek değil، نه سگ نیست، یا بگیم هایر خالی، یعنی میتونیم برای هر جفتشون این کار رو بکنیم. evet هایر. حالا ادامه جمله رو میتونیم اینجا بیاریم. این پایین برامون مثال زده. گفته örnek یعنی مثال. گفته bu dolap mı؟ bu dolap mı؟ آیا این کمده؟ گفته evet dolap، بله کمده. میبینید خیلی مختصر، بله کمده. میتونیم برای جواب این پسوند سوالی رو حذف کنیم و خود اینو بیاریم توی جواب بذاریم. یعنی الان اگه اینجا می نوشتیم evet bu dolap بازم درست میشد، چه بو رو میذاشتیم چه نمیذاشتیم، در هر صورت این درسته. دوباره اینجا گفته bu masa mı؟ آیا این میز است؟ میگه hayır masa değil koltuk. گفته آیا این میز است؟ گفته خیر میز نیست مبله. ببین میز نیست مبله. پس میخوایم بگیم یه چیزی نیست، از دیل استفاده میکنیم. ماسا دیل، koltuk مبله. اینجا گفته bunlar köpek mi؟ bunlar köpek mi؟ آیا اینها سگ هستند؟ تو جواب گفته evet köpek، بله سگ هستند، یا bunlar köpek. در هر صورت درست. پایین تر 2 تا سوال بهمون داده. Gofte aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. گفته این جمله های پایین رو مثل مثال های بالا، مثل این مثال ها کامل کنیم. Bu öğrenci، حالا باید چجوری پسوند سوالیشو بذاریم؟ کدوم یکی از این پسوندها اینجا قرار بگیره؟ با توجه به این آخرین حرف صدادارمون اینجا ما باید چی بذاریم؟ می بذاریم. من بنویسم براتون. اینجا میشه می. بعد توی جواب گفته آیا این دانش آموزه؟ هم با evet جواب میدیم هم با hayır. Evet یا bu öğrenci یا öğrenci. توی hayır هم میگیم hayır öğrenci değil. من براتون می‌نویسم اما چون کیبوردم انگلیسی نداره، ترکی نداره، عذرخواهی میکنم، نمیتونم ترکی بنویسم براتون. değil. به همین صورت همه اینا رو باید جواب بدین. اگر سعی کنید خودتون جواب بده خیلی بهتره. خب مسلما بهتر یاد میگیریم. اینجا دوباره گفته بو سنف. حالا دوباره باید چی بذاریم اینجا؟ بو سنف میگیم با توجه به آخرین حرف صدادارش باید از چی استفاده کنیم؟ ما. دوباره با evet و hayır هم جواب میدیم. evet sınıf hayır sınıf değil.
استانبول کالابالک. خب میگه آیا استانبول شلوغه؟ با توجه به آخرین حرف صدادار کالابالک باید از چی استفاده کنیم؟ آفرین، از ما. توی جواب هم همینجور پسوند سوالی حذف میشه و خود این جواب میاد توی خود این سوال میاد توی جواب و این سطور هم به همین روش. دوباره با توجه به آخرین حرف صدادار yüzük باید اینجا چی بذاریم؟ م. او پستacı با توجه به آخرین حرف صدادار پستacı باید چیکار کنیم؟ حرف صدادارش این میشه. این آخرین حرف صدادارش باید از م استفاده کنیم. ev temiz، دوباره این می با توجه به آخرین حرف صدادارش باید از می استفاده کنیم. این قسمت گفته aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazalım. گفته برای جوابهای پایین سوالای مناسب طراحی کنیم یا بنویسیم. گفته evet bu sandalye. پس سوال چی بوده؟ گفته bu sandalye mi؟ اول bu sandalye میره بالا. bu sandalye میره بالا. اسخای میکنم. sandalye می. خب پس سوال میشه bu sandalye mi؟ bu sandalye mi؟ گفته evet bu sandalye. میگه آیا این صندلیه؟ میگه بله این صندلیه. پس چیکار کرد؟ خیلی راحت برای سوالی کردن ما باید جواب رو ببریم توی سوال و به آخرش چی اضافه کنیم؟ پسوند سوالی. حالا با توجه به آخر حرف صدادارش پسوند سوالیمونم میسازیم. اینجا گفته هایر köpek değil. گفته نه سگ نیست. خب پس چی پرسیده که گفته هایر سگ نیست؟ حالا باید به اون köpek رو میبریم توی سوال. میگیم bu köpek mi؟ بعد میگه hayır köpek değil. نه سگ نیست. اینجا گفته evet şu sözlük. گفته بله این فرهنگ لغته. پس تو سوال چی گفته؟ گفته şu sözlük mu؟ şu sözlük mu؟ آیا این فرهنگ لغته؟ گفته evet şu sözlük. اینجا گفته hayır o gözlük değil. گفته نه اون عینک نیست. سوال چی گفته؟ گفته o gözlük به جای değil چی آورده؟ mu. mu. Sözlük mu? Hayır o gözlük. Hayır o gözlük değil. خب بریم با هم صفحه بعد داشته باشیم. این صفحه 16 بخش ج درس اول بود. جواب ها رو هم اینجا براتون گذاشتم. سابسکرایب کن تا یاد بگیری.